میگن که شما BTS ایرانید، درسته؟ چی شده؟ من نظر نمیدانم. چقدر گروه های بزرگ پاپ توی جهان مثل گروه BTS رو میشناسید، پیگیری میکنید؟ من زیاد نه، یعنی پیگیرشون نیستم و موزیکاشون رو گوش میدم، ولی اینکه میگید پیگیری میکنید زیاد. ولی من قبل از این که تازه مثلا مود شه الان کی پاپ و اکسو و نمیدونم 2PM و اینا، من اون زمانی که سایی و اینا بعدش اومدم، من خیلی وقت دنبالشون میکنم. روحام خیلی واقعا کی پاپ تازه مود شده حالا سر زبونم. شما در حال حاضر پرطرفدارترین گروه موسیقی توی ایران هستید. مرسی. ای بابا. به نظرتون هوادارانتون بیشتر توی چه رنج سنی هستن؟ خانواده. ما اسمشون رو میذاریم خانواده. یعنی خیلی وقت جا افتاده دیگه توی جامعه ما که ماکان طرفدارش تینیجرن. شما چقدر تلاش میکنید که روی این قشر مخاطبتون اثر بذارید؟ مثلا من یه تینیجرم، حالم نسبت به خانوادم بده، یه موسیقی هست که برم گوش کنم بهم انگیزشو بده که ببین حالا یه باره حالا مامان بابات یه چیزی گفتن ول کن، چیزای خوب دیگه هم هست به اونا گوش کن. مثلا خود من یه کاری دارم، میگه خب نوبت منم شد زندگی ورق خورد، عوض شد، لباس خوب به تنم خورد، من هر صبح با یه خودکار بیک هدفم خورد آرتیک، ولی خاطره‌هامو حفظم حتی از 9 ماهگی. من این کارو نمیتونم پخش کنم اگه انگیزشی نیست. بله. ولی نمیتونم پخش کنم. وقتی به بن‌بست میخوری و اجازه پخش اون کارو نداری، اجازه گفتن یه سری حرفایی که درد دل طرفدارات، درد دل خانوادت نمیتونی بگی، تهش باز همون افسردگی میاد سراغمون، همون نشدنه میاد و همون دلزدگی میاد. ما نمیتونیم که گروه ماکان یا گروه های دیگر رو با خارج از کشور مقایسه کنیم. خیلی قشنگه که شما گروه ماکان و BTS مقایسه میکنید، خیلی جذابه واسه خود ما، ولی ما میایم یه چالشی رو توی استیج انجام میدیم، اون چالش پخش میشه، خیلی نقد میشه نسبت بهش، ولی اگه همون چالش رو BTS انجام میداد واسه شون دست میزدیم و میگفتیم کاش در کشور خودمون این اتفاق میفته. بی‌مهری زیاد میشه کلا به ماکان. چیزی که ما هم از بیرون میبینیم اینه که اکثر آهنگ‌ها عاشقانه است، یا عاشقانه است یا غمگینه، یعنی جز این حالت دیگه ای نداره. باید این باشه، میگم یه سری چیزا بایدیه، مثلا این بایدیه، و اینکه الان موسیقی پاپ از واقعیت جامعه خیلی فاصله داره. واقعا خود من موقع